الیزابت میلر سفیر آمریکا در تاجیکستان در مراسم بازشوی تالار ورزشی در شهر گلستان ولایت سوخت اشتراک کرد. این تالار در چهارچوب برنامه مرکزی همکاری جامعه با میلیسیا با مبلغ گذاری سفارت ایالات متحده بنیاد شده است. And of course it's been really gratifying and to be able to be here today and open this sports center, which I believe will do a lot of good in terms of helping the youth and the security forces interact in a casual and informal way and thereby increase the level of trust among them. تالار ورزشی در تهخانه بینای پلیس شهر گلستان جایگیر بوده از دو تالار تمرینی مجهز با لوازمات ورزشی، اتاقهای شستشو و فراغت عبارت است. در آن برای کودکان و جوانان نیز باز خواهد بود. الیزابت میلر در حاشیه افتتاح تالار ورزشی همچنین با گروهی ساکنان شهرک دوردست نوگرزن واقع در 180 کیلومتری شمال خوجند و مرز ازبکستان ملاقات کرد. در این شهرک از سال 2015 تا به حال در چارچوب مرکزی همکاری جامعه با میلیسیا برنامه جلوگیری از زورآوری و خشونت عائلوی پیاده می‌گردد. این نخستین بازدید الیزابت میلر سفیر ایالات متحده در تاجیکستان از ولایت سوخت است. دیدار و صحبت‌ها در گوشه آمریکایی در خوجند، سفر به ناحیه ایسفره و اشتراک در مراسم افتتاح سیمخانه‌های یک مکتب میانه که با مبلغ گذاری ایالات متحده مجهز کرده شده است از برنامه‌های این سفر است.